سلام بچه ها، چطوری؟ امروز اومدم ساخت یه تله زامبی به آموزش بدم. بریم که شروع کنیم. اینا لوازماشه. اینا رو باید بذارید، اینا رو باید بیارید. بریم که بسازیمش. لیتس گو. خب ببینید، اول باید 3x3 مربع بسازید. اینجوری من اینا رو بکنم اینجوری. بعد باید از اینا بذاری. بعد اینجا رو میکنی 3x3. اینجاها رو پیستون میذاری. اینجا رو پیستون میذاری. نمیشه چرا پیستون میذاریم وسطاشو از اینا میذاریم، وسطشو خالی میکنیم تا جور تخم لاک پوش جا میکنیم. اینجوری اینا رو وسط رو میکنیم، تخم لاک پوش میذاریم. الان مثلا شب که بشه بره تو اینجا دیگه نمیتونه در بیاد، حتی خودم. بذار شب شه زامبی بیارن. ببینید چند تا زامبی افتادن، مردن اینجا. خدا نگهدار. Let's go. خداحافظ.